استغفار، طلب بخشش و توبه کردن چه ربطی به باران داره؟ چه ربطی به رزق و روزی داره؟ ممکن کسی این سوال مطرح کنه. وقتی انسان دلش پاک باشه، عملش در زمین درست باشه، این بر قدرت و بر نیروی توبه کنندگان می افزایه، بر جسمشون، بر اعتدالشون. رزق پاک تاثیر داره بر آرامش اعصابشون، بر اطمینانشون به خداوند، هم در میدان فردی هم در میدان جامعه. و اما ارباب‌های زمینی، خدایان زمینی که بشر درست میکنه، نیاز به پردهدار داره، نیاز به متولی داره و اونها صفات الوهیت و همینطوری که به بت‌هاشون نمیدن. چرا صفات قدرت و علم و قهر و رحمت و همه اینها رو به امام ها میدن؟ بلکه پردهداران از جیب مردم از این را خالی کنن تا مردم از این قبرها بترسن. ربوبیت نیاز به الوهیت داره تا بندگان خاضعشون بشن. همه اینها امامی که بودی صاحب، امامی که بودی که شعر علامه برقعی میگه در این لحظه یادم رفت، امامی که بودی تابع دین، شده اکنون خدا و اصل آیین، به دست مفتخران اهل بدعت، امامت گشته اصل این زلالت. و یا قوم استغفروا ربکم، ای قوم طلب استغفار کنید از طرف خداوند، از خداوند طلب بخشش کنید، سوی او بازگردید تا اینکه برای شما باران بفرسته. درسته که باران یا بقیه نیروهای طبیعی سنت جاریه خداونده، لیکن این به تنهایی ادامه پیدا نمیکنه. اینکه باران فرستادن یک پدیده است که بر طبق سنت طبیعی خداوند در این هستی هست، لیکن این قوانین طبیعی مانع این نمیشه که خداوند هر موقع بخواد اونو منع کنه، هر موقع بخواد در هر زمانی در هر مکانی اونو بفرسته. چه بسا باران، همین بارانی که میفرسته برای یک قومی نعمت باشه، برای یک قومی نقمت باشه.